تلفنش در گوشش بر پدری که لعنت که این تلفن‌ها رو برآورد، خداوند الهی فقیر کند و سخت‌ترین حالت جزاش دید. تمام زن تاجیک، دختر تاجیک خواهی جوان است و خواهیاش و شوهردار در گوشش تلفن با همون فاحشی بدبختش رو بردارن. از خانه‌اش برآورد تلفن میگه او خیلی لعنتیش میبره سوارش میکنه پیش طرف داری کامونیست‌ها یک عیب و شرم بود، احتیاط کرده میاد یک جای بجایی بوا می‌خوردن. امروز دیگر نه شرم است و نه احتیاج است. گفتن استانبول سیل زیر کرده، 2 متر 3 متر سیل خانه ها رو شسته. شاه مولا عبدالرحیم قلندر است، مهمان ما بود. او باید از این بدتر شود، زیرا وقتی که من در استانبول بودم میگه یک خانه یک شخص مهمان شدم و برای خاطری استراحت کردن میگه بیرون برآمدم به بحر، در لب بحر رفتم میگه در بین مردم مرد و زنی لچ عریان پیش آدم تو